السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نام من عنایت الله از تاجیکستان. حضرت اگر از راجونو اما تا گفتنیم که اگر امی پرزیدنت تاجیکستان نوملی رحمان طاغوت نباشد، در روی دنیا دیگر طاغوت وجود ندارد. حضرت جونو بعد شما در ممکن در فکر باشد که چرا ما خاموش میشویم، ما را میپروشند، رمالای خود ما را میگیرند. اگر ما سخن حق بگیم حضرت جونو ما را سلفی حزب تحریر وهابی گفته میبرند، در کنج ترمه 25 سال ترمه میکنند حضرت جونو. السلام علیکم و رحمت الله. من یک خواهر شما از تاجیکستان. پیش از همه به شما طوری مینداری بیان میکنم که صدای ملت مظلوم تاجیک را شنیده بی‌طرف نماندید. طول چند سال بود که با جای شکایت کردن نمیتوانستم. از سببی که حجاب در مکتب‌ها و دانشگاه‌ها ممنوع است، ما سرهای خویش را میپوشانیم ولی تماما کامل نیست و با حجاب مانند هم نیست. با وجود این همون ناکامیلی که است، باز هم ما را اجازه نمیدهند. بار خواستم کمتر هم باشد حجابم را کاملتر بندم، ولی متاسفانه از دست راندند. و دولت مردان تاجیک گفتنیم که خیلی برایتان متاسفم، چرا پیش از آن که به حجاب ورود و دیگر ارکان دین کاردار میشوید، سراول پیش رشوه و بیسوادی را بگیرید. زیرا نسلی که به پایه رسیده ایستاده است قریب 90% بیسواد میباشد. سبب آن است که استادان مکتب و دانشگاه‌ها سبحان الله بها را با خود میمانند. خواننده ها باشند به این رفتار آنها عادت کرده علم و موسیقی پسستند و باور دارند که چه خوانند یا نخوانند بهای خود میگیرند. خواهش میکردم از دولت مردم تاجیک پیش از آن که به حجاب ورود و دیگر بیشتر به ظاهری که کاردار میشوند به این اهمیت خیلی بدهند. زیرا آینده از جوانان وابسته است و جوانان وقتی که بیکار باشند هیچ وقت آن دولت پیشرفته نمیتواند. و در آخر از شبکه جهانی ویتال حق خیلی هم مینداری خیش را به این شبکه بیان میکنیم که واقعا هم ندای حق و حقیقت میباشد و از درگاه خداوند متعال برایتان خواهم که چی مقصدهای پاک و نجیبی که داشته باشید خداوند برآورده گرداند. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.